مهمان هستند، اما دانسته مانده که نعمتی تکرار نشده نیست. یک بار در زندگی ما و شما می‌بیاییم و یک بار می‌روند، دیگر ایشان ما و شما نمی‌یابیم. شاعر می‌فرماید بهار آمد نیامد بوی مادر، بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل به یک تاری سفید موی مادر. آره مادر، اون بوی مادر تا قیامت در خاندان این برادرای ما خالی شد، دیگر نمی‌بینم، دیگر چهره زیباش تماشا نمی‌کنم، اما خدمتی کردگیشان انشاءالله برای ایشان فایده کلان می‌رساند. جوانای خوب، کدامتان پدر و مادر داشته باشه، غنیمت دانید در زندگی احترامشان را به جا بیارید، در زندگی خدمتشان کنید. در هر جای قرآن پروردگار عالم ما و شما را امر می‌کند استعیذ بالله و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. معنی این آیه‌های مبارکه همش برای ما و شما سپاری از جانب پروردگار و آن است که ما در زندگی قدر پدر و مادر را دانیم، در زندگی حرمتشان کنیم، در زندگی خدمتشان کنیم و الی روز بالای تابوت با سوی قبرستان رهسپار میشوند و گریه و زاری اونها ما باز داشته نمیتوانیم. فقط یک چی باقی میماند که در حق ایشان ما طلب آموزش کنیم. بهترین هدیه از جانب فرزند با روح پدر و مادر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند طلب آموزش کردن است و همون تعلیماتی که پروردگار در کلامش برای ما و شما داد که استعیذ بالله و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا پدر و مادر من رحمت کن، اگر زنده باشند عمر دراز و تن صحت نصیبشان کن، اگر گذشته باشند خدایا قبرشان پرنور و جاشان جنت کن. اما دویم برای ما و شما هشدار است کما ربیانی صغیرا، همچنانی که من در خردسالی تربیت کردن و به وایه رساندم. ای جوان خوشقد و قامت، تو یک بار که بزرگ پیدا نشدی، تو در دامن ان همین مادر ان همین پدر با وایه و کمال رسیدی. خدمت ایشان بود که تو را تربیت کردن، تو را خواندن، تو را نگاهبین کردن. بنابر خدمت ایشان فراموش نکن، در حق ایشان دعا کن، خدمت شد. وقتی شما را بسیار نمی‌گیرم که در این مستقبلی افاطمه بیمار خداوند مهربان دعا کنید سفر عافیت مادر رو بهتر کند و عملهای خوبی تکلیفشان رو مونس حفظ و این بیماری‌های چندین مدتشان و سبب کفارت گناهشان گردانده باشد که بیماری برای بنده مؤمن خیلی نعمتی بزرگ است. کسی که بیمار میشه و شکر خدا رو بجا میکنه، هر یک روز بیماری که یک سال گناهش مغفرت شدن میکرد. انشاءالله این نعمت خیلی بزرگ برای انسان مؤمن است. مقام شهادت هم میبرد که رسول اکرم من مات مریضا مات شهیدا. انشاءالله از عذاب قبر نجات می‌یابد به سبب این بیماری. خداوند مهربان این بیماری هاشون سبب کفارت گناهشان گردانده باشد و قبرشان باقی از راه جنت و خواب رفته عروسی را تا روز قیامت برایشان نصیب کند و برای فرزندکانشان در برابر این مصیبت و جدایی از مادر صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیبشان گرداند. اللهم این کانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. در بینشان از نماز روزه باقی و باشد و خدا توفیق می‌کنیم. خدا غفور و رحیم است و چند مدتی که نمازشان خواندن می‌کنیم شما فرزندانشان همش اهل ایمان اسلام از شما فیده شنیدید. خدای مهربان حضرت بخشنده مهربان است، اما حق و عقل در زنها همیشه و مبالغ از خدا پیش تبار یار و دوستا و همسایه‌ها متاع متریال اشتعی سوزنای مقتولای چیز قرض امانت گرفته باشند با شاهی و حجت بیایند. انشاءالله فرزندانشان شاهرشان و هستشان رو داده میکنیم. دیگر فیضا و فیضا الله ایزای شاهر ایزای خدای اکی عبدالله خداوند این مصیبتی آدین شما رو صبر جمیل رسید کنند. از همسرتان راضی هستی؟ راضی. دیگر خداوند دعا کنید خداوند سفری آخرتشان رو بهتر کند و عملهاشان رو مونس قلب و مرگ این مادر برای خواهی ما شما سینت دست بگیرد و بهتاری اصحاب اخلاقی گرداند. خدا آتینا فی الدنیا حسنه
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.